سلام رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید خفن دیگه. امروز اومدیم با یه ویدیوی 2 به 2. من هیچ کدوم از اینا نمیشناسم، نه یارم و نه اون دوتایی که اونورن. همینجوری گلوبال پیدا کردم دیگه. حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید ببینید چی میشه دیگه. لایک و ساب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. یه کامنت هم بذارید که ساباتون نریزه. خیلی عشقید. بزن بریم ویدیو رو ببینیم. همونطور که میبینید واقعا من با یارم مچ نبودم. خدا وکیل این کیل اصلا برا من بود. چرا برامون شد؟ خدایی. I need a weapon. یه حرکتی که من الان میزنم رو نگاه کنید. خیلی جوابه. بیشتر موقع سعی کنید بزنید. خیلی جوابه. Reloading. Cover me. Reloading. اینجا هم اگه دقت کنید که دمیجی به جفتشون دادم. یارم این حواسشون به من بود، از جفتشون رو زدن این بر. خیلی نرم. Cover me. یه نکته اینجا داره. سعی کنید اصلا وقتی نمیاد بگیر راست میاد بهتون مومن میزنه هدتون رو بزنید نرید اصلا تاچ. آقا من 2 تا هد خوردم اینجا. اینم از این و من با I کلت need زد. a weapon. مهمه اینا. سعی کنید بکشونیدش به موو راست. هم موو راست بزنید نمیاد. بازی کنید باش تا بیاد به موو راست. راحت ایزی کیلو میگیرید. The red team is cover me. Half of the match is over, and the red team is in the lead.
اینجا نها کنید، میگم نرید موو راست نمیبره اینا، میشه موو چپ خودت. یعنی بعد ایم گرفتن یه ذره. اگه ایمت خیلی قوی باشه چرا میتونی بزنی. اگه مثلا با یارم من مچ بودم، یارم این بالا سریعتر زده بود ولی نزد دیگه. سعی کنید بکشونید سمت موو راست خودتون، بهتر میشه هد I بزنید. got supplies. امتحان کنید. Reloading. Cover me. Reloading. Cover me. سعی کنید به مومنت زدهتونم دقت کنید. نکن من الان اینجا اینو میزنم، یه رویمش تو دیوار بود اینجا. بعد از این ور دوباره میام با این اچ پی اینم میزنم. دیدی؟ موو راست. مومنت هم خوب زدم البته و ایم من بد نبودی. همه اینا تاثیر داره دیگه. باید ببینید چی میخواد اون لحظه ازتون. دیدی؟ همش تاثیر داره با. دوباره یکی از کیلوی تمیز بازی هم این بود. اون طرف اومد تو موو من. دوتایت خورد، یه بادی تموم. دقت کنید به اینا بچه ها، موو زدن. چون دوتایت خوردم، من نمیدونم چرا نیفتاد، چون من موو چپش داشتم میرفت و بعد این گرفتم. اینم میشه پینگ، همه اینا هست. حالا این نکته های ریزیه که من میگم. یه ویدیوی خیلی کوتاه. Be careful! You're losing the... Reloading. Down. خب اینم بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. چند تا نکته ای که میتونستم و گفتم بهتون. حالا چیز زیاد مثلا غیر واضحی نگفتم، اما میسازم ویدیوهای دیگه میسازم برای آموزش، خیالتون راحت. چیزایی که بدونید، یه چیزای ابتدایی خیلی ریز گفتم. جو اومدم در بره منو زدم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم برام بذارید. منتظر ویدیوهای خفن دیگه باشید. خدافظ.